شاید خیلی از شما دلیل ایمان نیاوردن خسرو پرویز به اسلام رو در این میدونید که پیامبر اسلام نامه رو به اسم او آغاز نکرده است، اما در حقیقت این یک توجیه تاریخی بیش نیست. وقتی پیک تازیان در مقابل خسرو پرویز قرار میگیرد میگوید در دین ما پرستش خدا مهمترین مورد است. خسرو پرویز در جواب میگوید ما 1100 سال است یکتا پرستیم. پیک میگوید در اسلام زنده به گور کردن دختران کار حرامی است. خسرو پرویز میگوید مگر این کار را انجام میدادید؟ ننگ بر پیشینیان شما، دختران ما الهه هستند. پیک میگوید بردهداری در اسلام حرام است. خسرو پرویز میگوید ما از زمان کوروش بزرگ بردهداری نکردیم. پیک میگوید در اسلام همه برابرند. خسرو پرویز میگوید من هم اگر اشتباه کنم به دادگاه میروم و دیگر پیک تازیان چیزی برای گفتن نداشت. خسرو پرویز هم نامه را پاره میکند و به پیک میگوید اگر شما الان میخواهید راه انسانیت را به ما نشان دهید، ما هزاران سال پیش آن را پیدا کرده ایم. دیدگاه شما در مورد این کار خسرو پرویز چیست؟ اگر شما بودین چی کار میکردین؟ لایک و اشتراک گذاری فراموش نشه و برای آگاهی از تاریخ کشور تاربرگ ایران باستان رو فالو کن.